عباسم و در پی خطر میگردم، دور و بر خیمه تا سحر میگردم. 100 بار اگر سلام، به نام خدا. اومدیم با یک گزارش در مورد ظهور آقا معظمان. این بچه‌ها در مورد این مورد چیکار کردن؟ آقا بسر میشه این دستی بیاد؟ چی نام خانوادگی شما؟ دامنوی ریداد. من گزارشگر هستم در مورد سوالات مختلف. مثلا در مورد سوال تا حالا مثلا در مورد ظهور آقا معظمان مثلا شما چیکار کردید؟ چی میگید؟ یکی از سوالام ما هر سال داریم برای آقا معظمان نوچه میزنیم و از سایرانشون پذیرایی. خب باشه، دست بزنید. بچه نام خانوادگی شما؟ تاها شهبازی. شما تا حالا برای ظهور آقا معظمان چیکار کردید؟ ما دهاتمون شل زرد به خاطرش دادیم، دیگه حلوا دادیم، شربت دادیم. شما مثلا امام معظمان رو توی یک کلام میتونید چگونه توصیف کنید؟ مهربان. دست کرد. خدا نگهدار. سلام، خوب هستید؟ ما گزارشگر هستیم، می‌خواستیم یه سوال از شما بپرسیم. شما تا حالا واسه ظهور آقا معظمان چیکار کردید؟ چی توصیف کنید؟ والا برای امام زمان هر چی از دستمون بیاد انشاءالله بتونیم انجام میدیم. مثلا چه کاری بود؟ مثلا میتونیم شربت میدیم، شیرین شربت میدیم، نذری میدیم، بعد چراغانی میکنیم، پرچم میزنیم. شما میتونید امام معظمان رو توی یک کلمه واسه ما توصیف کنید؟ امام زمان بخشنده است. دستتون عالیه. درد نکنه. سلامت خدا باشید. نگهدار.